سلام به همه دوستان عزیز. امروز میخوایم در مورد کار با دستگاه ترموپلاست یا دستگاه فلکسی یا به طور عامیانه دندون ژله‌ای که میگن باب شده صحبت کنیم. همینطور که میبینید دستگاه ما از نوع دستگاه ترموپلاست کوشافنه و طبق نظریه شخصی خودم، یعنی تجربه‌ای که دارم، این دستگاه از بقیه خیلی کارش راحت تره و درصد خطاش خیلی پایینه. امروز هم میخوام در مورد نحوه کار باهاش بهتون توضیح بدم و بگم چه فشار تزریقی احتیاج داره، چه دمایی نیاز داره. دوستان، مهمترین چیز تو این دستگاه تنظیم درست دما و فشار تزریقه که خیلی مهمه و یه اشتباه کوچیک میتونه باعث بشه که کارتون حبابدار در بیاد یا به درستی تزریق نشه. به همین خاطر امروز میخوام طرز کار این دستگاه و نحوه تنظیم دما و فشار و چند تا تجربه شخصی خودمو بهتون بگم که مطمئنم به دردتون میخوره. خب اولین کاری که میکنیم دستگاه روشن میکنیم بچه‌ها و کمپرسورمون رو از پشت که وصل شده به دستگاه روشن باید باشه و فشار باد باید حداقل تا 8 بیاد. نگاه کنین، یه چیز تجربیه به نظر من فشار کمپرسور و میتونین یه خورده پایین‌تر تنظیم کنین، یه خورده بالاتر تنظیم کنین که اگه فشارشو پایین تنظیم کنین باعث میشه که اون مواد ذوب شده فلکسیتون خوب تزریق نشه داخل مفلتون و به مشکل بخوره کارتون و باعث حباب میشه. برای اینکه بهترین نتیجه رو بتونین بگیرین میتونین دما رو 8 فشار باد رو 8 بذارین که درصد خطاتون کم بشه. بچه فشار رو هیچ وقت بیشتر هم تنظیم نکنین، چون این گچ مولدانو، گچ زردی که ما میذاریم داخل مفل، اگه فشارمون بیش از حد باشه این مواد ترموپلاست که وارد دستگاه میشه باعث میشه فشار اینقدر زیاد باشه که مفلمون، نگاه کنیم بهتون توضیح بدم، گچ، نگاه این گچ پشتش باعث میشه بترکه، یعنی بزنه بیرون فشار و اوکلوژن کارتون به هم بخوره. حالا در مورد مفل گذاریش هم بعدم بهتون توضیح میدم. الان مثلا من 3 تا کار رو داخل یه مفل گذاشتم که اینجوری هزینه موادتون کمتر میشه و سریعتر میتونین چند تا کار رو با هم آماده کنین که تو ویدیوهای بعدی هم بهتون میگم که چجوری مفل گذاری کنین. خب بچه ها نگاه کنین، این دستگاه چند تا المان داره. یه درجه اینجا داره که فشار باد رو بهتون نشون میده که رو چنده. من فعلا این کمپرسور رو خاموش کردم به خاطر اینکه صدا زیاد نشه و تو ویدیو بیفته. بهتون توضیح میدم باز. بچه ها نگاه کنین، اینجا یه فلکس تایم داره که این بستگی به اون موادی داره که شما استفاده میکنین. موادی که من استفاده میکنم معمولا فلکس تایمش رو 15، اکثر موارد متریالی که استفاده میکنیم تو 15 دقیقه ذوب میشن و برای اینکه تو 15 دقیقه ذوب بشه ما باید اول بمونیم این دمای پایینی. نگاه کنین، اینو خودمون میتونیم ست کنیم، دکمه ست رو میزنیم، اولین بار این فلکس تایم تنظیم میشه که این زمانیه که اون مواد نیاز داره اون 15 دقیقه بمونه داخل دستگاه که ذوب بشه و بخواد تزریق بشه داخل این. و تمام این عددهایی که اینجا هست رو پوکه این موادی که استفاده میکنید روی این کارتریجتون معمولا نوشته. الان من کارتریج رو بهتون نشون میدم، شما دقت کنین، نگاه کنین اینجا نوشته 13 دقیقه، ولی طبق تجربه‌ای که من دارم تو 13 دقیقه که میذاشتم کار معمولا حباب میزد و بهترین نتیجه رو میتونیم تو 15 دقیقه بگیریم. بعد یه چیز دیگه داره اینجا که ING تایم، اینجکشن تایممونه که رو 90 ثانیه گذاشتیم، یعنی اون زمانی که دستگاه فشار میاره که اون مواد ترموپلاست وارد مفلمون بشه. اینم رو 90 ثانیه باید باشه که اکثر مواد و متریالی که استفاده میکنین، من چند تا مواد استفاده کردم رو همین 90 بوده. حالا باز بستگی به اون شرکت سازنده داره. شما هر مواد و متریالی که استفاده میکنین اول مشخصاتشو بخونین و دمای کورتون رو تنظیم کنین حتما. سومی هم که تمپه، یعنی
مقدار گرمایی که این دستگاه داره تولید میکنه که این مواد رو ذوب کنه. برای تغییر دادن دما هم شما گفتم نیاز 3 تا بزنید. نگاه اینو بالا پایین بزنید این زمان رو تغییر میکنه. حالا اینو که ست کردیم 90 ثانیه هم که تنظیم کردیم، اینم با این بالا پایین میشه که ما رو 235 میذاریم و ست میکنیم. منتظر میمونیم تا کمپرسورمون فشار باد رو پر کنه این کمپرسور، و وقتی گیج خود دستگاه کوره فلکسیمون رسید به 8، ما مواد ترموپلاستمون رو قرار میدیم داخل کوره و منتظر میمونیم که این 15 دقیقه پر بشه. پس 2 تا عامل مهم اینجا داریم که باید این 2 تا رو حتما رعایت کنیم. یه دونه دمای مورد نظرمونه که باید به این دمای دلخواهمون برسه که دمای ذوب مواد ترموپلاسته، و دومین چیزی که خیلی مهمه این فشار گیجه، یعنی باید رو 8 باشه. این 2 تا عامل باعث میشن که یه دونش اینو ذوب کنه و یه دونش فشار تزریقمونه. دوستان همینطور که میبینین هم دما و هم فشارمون تنظیم شده و الان میتونیم این پوکه فلکسیمون رو تو دستگاه قرار بدیم به این صورت که سرش به سمت بالا و اینو میذاریم داخل دستگاه و به محض اینکه اینو گذاشتیم دکمه استارتمون رو میزنیم. حالا با هم منتظر بمونیم که این ذوب بشه و مفل رو قرار بدیم و به صورت اتومات تزریق میکنه. فیلم کاملش هم براتون از اول تا آخر یه بار میذارم، صحبتم نمی کنم که قشنگ بتونیم ببینیم که چجوری کار میکنه. چند تا عامل هم داره که کار حباب میزنه و بعضی وقتا نمیره. بعضی از همکاران تماس میگیرن، پیام میدن که میگن تمام این مراحل رو ما درست انجام میدیم، با این حال بازم کارامون حباب میزنه نمیره، به مشکل میخوریم. خلاصه من تو کلیپ بعدی تمام چیزهایی که باعث میشه کارتون به مشکل بخوره رو دونه دونه براتون مینویسم و توضیح میدم که انشالله تمام مشکلاتتون حل بشه. هر سوالی هم شما داشتین میتونین تو کامنت ها بنویسین تا جوابتون رو بدم، یا براتون اگه دیدم مفصله براتون یک کلیپ میذارم که مشکلاتتون حل بشه. کانال آموزش دندونسازی رو دنبال کنین، ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدیمون جا نمونین. مطمئنم تمام مشکلاتتون اینجا برطرف